سرخط خبرهای مهم. رئیس ناحیه رودکی رو برای پرونده زمین بازپرسی کردند. باز یک پدرنده رو برای ظلم به نورس جزا دادند و اسرائیل گفت 40% شهر غزه را نظارت میکند. روزتان بخیر باشد بیننده های عزیز. شما نویدی بامدادی رو از استودیوی مرکزی شهر دوشنبه تماشا دارید. امروز جمعه 5 سپتامبر است. مفتشان اژانسی مبارزه با کروپسیا عبدالغفور حکمت‌الله رئیس ناحیه رودکی را در رابطه با بازداشت سرمعمار این ناحیه رستم رحمانزاده بازپرسی کردند. چند منبع رادیوزادی خبر دادند که رستم رحمانزاده نیمه ماه اوگوست با اتهام گرفتن 2 میلیون سومانی پوره از یک صاحبکار بازداشت شده است. عبدالغفور حکمت‌الله زاده که معاون اول دادستان کل تاجیکستان بود ماه ینور سال 2023 رئیس ناحیه رودکی تعیین شد. منابع رادیوزادی گفتند سرمعمار از یک صاحبکار برای دادن قطعه زمین برای بنیاد منزل بلند آشیانه 2 میلیون سومانی پوره گرفته است. با گفته همصحبتان رادیوزادی این صاحبکار دو سال اخیر تلاش داشته است که از زمین‌های ناحیه رودکی و نزدیک به شهر دوشنبه زمین بگیرد، ولی گویا او را بارها فریب دادند. نظر این صاحبکار معلوم نیست. در حکومت ناحیه رودکی نخواستند با رادیوزادی صحبت کنند، ولی به گفته منبع‌های رادیوزادی سرمعمار رستم رحمانزاده زمانی بازداشت شده است که در اتاق کاریش 500,000 سومانی را از دست صاحبکار گرفته است. گفته می شود 1.5 میلیون سومانی را چند روز پیش از بازداشت گرفته است. دادگاه ولایت ختلان یک ساکن همین ولایت را برای بدرفتاری با دختراندران نابالغش به 15 شبانه روز حبس محکوم کرده است. مقامات سنگلی غیرت ساکن 27 ساله ناحیه میرسیدعلی همدانی را پس از مراجعت غم‌انگیز و دلریش کننده ویدیویی یکی از دختران نابالغ همسرش دستگیر کرده و جزا دادند. در مراجعت ویدیویی دختر 12 ساله که در شبکه‌های اجتماعی نشر شده است، او میگوید که پدراندرش به آنها تهدید میکند که او را و مادرش و طفل بیمار خرده خانواده را میکشد. ویدیو را معلوم نیست کی ثبت کرده است، ولی زنی از دختر درباره رفتار پدرش میپرسد و نورس با گریه میگوید که او را از دست پدراندر خلاص کنند. یکی از همسایگان این خانواده روز 4 سپتامبر به رادیوزادی گفت از بس که مقامات ملیسا به داد این زن فیض‌نسای نورعلی نرسیدند، آنها مجبور شدند که از این راه صدای خانواده را به گوش مقامات بالایی رسانند. به گفته همسایه‌ها سنگلی غیرت‌اف که جای کار نمی‌کند، از همسر اولش جدا شده است و در خانه فیض‌نسای نورعلی زندگی دارد. تامین عائله برداشت زنش بوده است. با نظر داشته این همه، دادگاه ولایت ختلان سنگلی غیرت‌اف را با گناه اوباشی، رفتار تحقیرآمیز و در افتادن به آدمان به 15 شبانه روزی حبس محکوم کرده است. نظر سنگلی غیرت‌اف در رابطه با این اتهام معلوم نیست. سخنگوی ارتش اسرائیل افی دفرین گفته است نیروهای دفاعی این کشور 40% شهر غزه را نظارت میکنند و این عملیات در روزهای نزدیک گسترش خواهد یافت. با اطلاع منبع ارتش آنها علکی در ناحیه‌های زیتون و شیخ ردوان جای گرفتند. همزمان گفته می شود که چاره‌های ضروری برای کوچاندن صدها هزار ساکنان شهر گذرانده می شود. این در حالی است که طبق گزارش‌ها دوام 2 هفته اخیر 80,000 نفر به منطقه‌های بی‌خطر کوچ بستند. سخت یا ارتش اسرائیل همچنین گفته است گروه حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا همچون گروه تروریستی اعلام شده است، با استفاده از مردم آسایشته به عنوان سپر زنده از این کار جلوگیری می‌کند. این گروه از پیشنهاد یک سازشنامه فراگیری خبر داده است که در نتیجه سازش جانب‌ها تبادل همه گروگان‌های اسرائیلی با اسیران فلسطینی، قطع جنگ، خروج نیروهای اسرائیلی، گشودن گذرگاه‌ها برای کمک بشردوستانه و تأسیس مأموریت مستقل نوار غزه برقرار خواهد شد. و پیشنهاد سخل فعلا گروه حماس پاسخ نداده است. در ناحیه‌هایی که آژانس ضد فساد مسئولان اداره آبیاری‌اش را بازداشت کردند، امسال کمبود آب مشاهده شده است. بیش از 4 میلیون سومانی که برای تعمیر پایگاه‌های آبکشی جدا گردیده بود، از سوی دست کم 6 مسئول این نهاد تصرف شده است. آژانس میگوید مبلغ برقرار گردید، ولی دهقانان میگویند حاصل کارشان کم شد و زحمتشان برباد رفت. فرزان محمدی در این باره گزارش می‌دهد. در 2 سال اخیر ده‌ها درخت باغ حکمت‌الله مشرفوف در ناحیه اشت خشک و پژمرده شدند. اکثر آن را طول 20 سال پرورش کرده و حاصل زردآلو می‌گرفت.
امسال میوه پس‌صفت گرفته است. سبب اساسی کم‌آبی را او در فرسوده و ویران شدن پایگاه‌های آبکشی می‌داند و این وضع برای ادامه باغپروری‌اش مشکل ایجاد کرده است. حالا اونجا جاشو به کوچه‌شون دادم در کار. آب نمیدم مجبور شدن نمیتونم. کبید نمیکنه. هم تو زمین خوربان شده برافت. تو رفت. نساس وایرون نشود بخرم تیز نواتو میبیاد. بعد 4 روزم وایرون میشه که وایرون میگم بعد 4 روز نو پیدا میشه. مسئولان ریاستی آژانسی ضد فساد سردار ریاستی آبیاری و بهداشت زمین ولایت سوخت و چند هممسلکانش را برای تصرف مبلغ تعمیر پایگاه‌های آبکشی برخی ناحیه‌های شمالی تاجیکستان از جمله اشت مجازات کردند. آنها برای از خودکنی بیش از 4 میلیون سامانی عیبدار شدند. سرنخ این جنایت را اولا در ناحیه مسچاه و ظفرآباد آشکار نمودند که قبلا چندین دهقانان اینجا نیز از وضع بدی آبیاری به رادیو آزادی شکایت کرده بودند. بعد سنجش گذارده شده بود در ناحیه مسچو و در ناحیه ظفرآباد در اداره دولتی بهداشت زمین در مناسبت با شرکت‌ها و اداره دولتی بهداشت زمین در هفته سنجش البته مبلغ‌های اشکار شده از جانب متخصصان ریاست و مبلغ 1,281,969 سومانی اشکار کرده شده برای دادن بهای حقوقی به رئیس تفتیشاتی اگنتی ارسال کرده شده است. سخمونش برافزوده است. اعظم علیزاده رئیس ناحیه مسچاه نیز در نشست خبریش به روزنامه‌نگاران گفت که امسال مشکلی کم‌آبی را برای سری وقت تعمیر نشدن پایگاه‌های آبکشی احساس کردند. میگویم 90% پایگاه آبکشی ما همونشو پایگاه آبکشی سال 1968 همه تجهیزاتی که در اونجا گویم ما استفاده میبریم الکی فرسوده شدن کارها شدن گویم 2-3 مرتبه برزود هم اجرا کردگیان از همه حساب کمتر ما تنکیسی داریم. بازی همه گویم همه مفسیم 2 بار پورا 47 کیلومتر کانال تاجیکستان ما پورا گویم تازه کردیم. نه که حساب بعضی پایگاه آبکشی ما تنکیسی میکشیم از نبودن تجهیزات. چون در پایگاه آبکشی میرزاچویل دوی امینجان عبدالله‌زاده سردار همکنون سابق ریاست بهداشت زمین و آبیاری ولایت سوخت همراه چند همکارش که به این جنایت عیبدار شدند با پرداخت جریمه رها گردید، ولی در یک دیدار با خبرنگار رادیو آزادی از دادن نظر در این بابت خودداری نمود. جنایت‌های صادر کرده نامبرده و هممسلکانش جنایت‌های اقتصادی هستند و همه ما و شما خوب می‌دانیم که قانونگذاری جنایتی برای جزا رو برای جنایت‌های اقتصادی در شکل الटरनेटिव معین کرده است و در صورت پرداخت کردن مبلغ ضرر نسبتی سودشونده مقامات سودی جزای غیر حبسی تبدیل می‌کنند. همه شما می‌دانید مبلغ‌هایی که است. دست به دزدی مبلغ اداره آبیاری و بهداشت زمین زدن برخی از مسئولان آن در حالی است که این نهاد یکی از آسیب پذیرترین ساختار در تاجیکستان حساب می‌یابد. از همه کلانترین مشتری قرضدار در نزد برق همین اداره است و با کمبود نیروی کاری روبرو است. در ولایت سوخت 500 جای کاری خالی دارد و از دهقانان سالها باز بیش از 100 میلیون سامانی را گرفتن نمیتوانند. ما این مسئله دیده میبریم در مجلس بچه کدام و برای در آینده این چیزا و دست نزدن البته ما اینجا کاربری میکنیم. در همین حال برخی از دهقانان ضرر دیده میگویند که زیانی از کم‌آبی کشیده آنها را کی جبران میکند؟ سوال است که بحث دامنه‌دار را در ساحه کشاورزی ولایت سوخت به وجود آورده است. شرطنامه هست. در اساس همون شرطنامه باید معین شده باشد که در صورت پرداخت نشدن حق سودابری آب یا اینکه در صورت سری وقت ندادن آب برای پالایشی دهقان جوابدار هستند. همون مبلغ حاصل پلانی دهقان میسپارد. شرطنامه اساسی کار است، اساسی معین کردن عهده‌داری ها از در این حالت ها. فساد مالی در اداره های تاجیکستان بارها مورد تنقید قرار گرفته یک مانعه رشد کشور شمرده می شود.
بخش یک روز تاریخ از مهمترین تحولات تاریخی برای امروز 5 سپتامبر خبر می‌دهد. 10 عصر پیش 5 سپتامبر سال 973 در خوارزم ابوریحان بیرونی تولد شده است که در تاریخ چون دانشمند ذوفنون انسیکلوپدیست نام برآورده است، چون راجع به اکثر علم‌های دور کتاب نوشته است. ادامه دهنده راه علمی ابوبکر رازی و ابن سینا به خاطر دانش‌های عمیقش دوام 13 سال در دربار سلطان محمود غزنوی خدمت کرده است. از بیش از 100 اثرش 20 کتاب او تا به امروز رسیده، معروف‌ترینشان قانون مسعودی و تهدید و نهایت الاماکن و دیگرها میباشند که در موضوعهای ستاره شناسی و آنتروپولوژی بحث میکنند. 5 سپتامبر سال 2011 چرخه یا توربین اول نیروگاه برق آبی سنگتوده 2 با اشتراک رهبران تاجیکستان و ایران امامعلی رحمان و محمود احمدی نژاد فعال شد. این نیروگاه در 120 کیلومتری جنوب و شرق پایتخت تاجیکستان قرار داشته بر فراز رودخانه وخش ساخته شده است و سرمایه گذار اصلی این طرح با ارزش 220 میلیون دلار ایران بوده است. نیروگاه سال 2014 پرره به استفاده داده شد و در مجموع 220 مگاوات نیروی برق تولید میکند. 5 سپتامبر سال 2016 ظرفا رحمانی سابق مشاور حقوقی رئیس حزب ممنوع نهضت اسلامی بعد 1 سال حبس از زندان رها شد. این تنها زن را در قطار 13 عضو دیگری ریاست حزب سال 2015 بعد محکوم کردن آن در تشکیل کودتای نافرجام به زندان انداختند. حزب ممنوع شده نهضت اسلامی این همه را تهمت بی اساس مینامد. بانک ملی صبح امروز قرب اسعار خارجی را چنین تعیین کرده است: 1000 روبل روسی برابر است به 116 سومانی، 100 یورو به 1110 سومانی و 100 دلار 946 سومانی مقرر شده است. این قربی رسمی است و از بانک‌های تجاری فرق می‌کند. بینندگان عزیز، این آخرین برنامه نویدی بامدادی در هفته روان بود، اما شما می توانید روزهای استراحت هم در سامانه و شبکه‌های اجتماعی رادیو زودی خبر و گزارش‌های نو را پیدا نمایید. استراحت خوبی داشته باشید. خدا نگهبان.